نبود. چقدر این مرزکشی‌هایی که کردن گمراه کننده بود. بهتر اسم نیارم چون خیلی ارادت دارم بهش. الان یه موقعی البته ایراد نداره آدم میگه راجع به ایرج بود این مقاله‌ای که از دوستام نوشته بود و تو ذهن من بود که ایرج خواننده یه فیلم فارسیه، نه کاور فیلم فارسیه و اون مثلا تفکری که حتما باش آشنا هستین که اصلا اون جریان رو حذف کرد. 20 سالم شد فهمیدم مثلا ایرج کی بوده. میدونی ایرج پهلوانه واقعا تو آواز، نظیر نداره همچین حنجره‌ای. همیشه با همایون جان، با آقای شجریان همیشه مثلا صحبت ایرج بوده، استاد ایرج. حالا به ایرج معروف بوده استاد ایرج، استاد خواجه امیری که واقعا پهلوانه. یعنی عرصه آواز و عرصه تحریر به این جنس ما کم داشتیم، کم نظیرن ایشون.